صبح ما شیرین شود از هر سلام. زندگی شیرین بود با احترام. یک دعای خیر ما بهر شما، شاد و پیروز باشد و شیرین کلام. السلام علیکم، السلام علیکم مخلصان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو فرغانه. سلامی پر از مهر و محبت، پر از احترام و صداقت نثارتان با دوستان مهربان. میخواهیم این سلام برایتان مثل باران مهر و محبت بارد. آغاز صبحی پر از شادی و سرور به خاندان هر یکی شما فتح و نصرت، شادی و برار، خوشحالی و خوشنودی آرد. هر یک دقیقه و هر یک ثانیه شما پر از شادی باشد. گویان برنامه امروزه ارمغان را از رادیو ولایتی فرغانه FM 98 آغاز نمودیم. در استودیو با شما من نوبهار نهال جان می شوم. مخلصان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه ما دوام دارد. امروز در برنامه ما یکی از حجت مهم دولتی یادآور می شویم که برای ساکنان ناحیه سوخ اهمیت بزرگ دارد. سخن درباره قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره چاره‌بینی ها عاید به رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه سوخ در سالهای 2026 و 2028، استفاده ذخیره ها و امکانات های موجوده جهت تأمین نمودن شغل اهالی و رشد با سرعت صاحبکاری می رود. این قرار تنها یک سندی رسمی نیست، آن افاده‌گری غمخواری به مردم، دستگیری تشبس‌های سازنده و زمینه با اعتماد برای پیشرفت ناحیه می باشد. هدف اساسی آن بهتر نمودن سطح زندگی اهالی، تأسیس جایهای نوی کاری، رشد صاحبکاری، استفاده ثمرناکی امکانیت‌های محلی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی برای ساکنان سوخ است. سوخ امروز با مرحله نوی رشد قدم می‌گذارد. در این سرزمین زیبا انسان‌های مهنت دوست، جوانانی با استعداد و صاحبکاران تشبسکار زندگی می‌کنند. محض با تکیه با همین نیروی انسانی و دستگیری دولت می‌تواند به نتیجه‌های نظررس نائل گردد. امروز در ناحیه برای رشد کشاورزی، باغداری، سیاحی، هنرمندی و صاحبکاری میانه یعنی صاحبکاری خرد و میانه امکانیت‌های نو فراهم آورده می شود. هر یک لایحه نو، هر یک کارگاه نو و هر یک جای کار تأسیس یافته نه تنها با بهبودی یک عائله بلکه با پیشرفت تمام ناحیه خدمت می کند. بشبه جوانان نیز در محور این اصلاحات قرار دارند. برای آنها امکانیت های وسیع تحصیلی، کسب آموزی، شغل و تطبیق غایه های نو فراهم آورده می شود، زیرا جوانان آینده ملت و نیروی پیشبرنده جامعه می باشند. مخلصان عزیز، شنوندگان گرامی، اکنون درباره اهمیت این قرار، امکانیت های نو و کارهای عملی شونده در ناحیه سوخ یعنی معلوماتی بیشتر را از استاد عزیزمان و ژورنالیست ماهر جهانگیر صابرов میشنویم. با شما یک جویا. مرحمت استاد عزیز، درباره امکانیت هایی که برای سوخت داده شده است و قرار پرزیدنتمان که درباره سوخت گفته گذاشته شده است یعنی برآورده شده است، فکر اندیشه های استاد جهانگیر صابرов را با شما مخلصان عزیز یک جای میشنویم. ناحیه سوم این گوشه دوردست ولی همیشه در قلب وطنمان جاگیر شده، دارای تاریخ کهن، طبیعت ناتکرار، مفتونکار، خوش هوا و مردمی زحمتکش و صاحب معرفت است. سوخت برای هر یک شهروند کشور ما نه تنها یک واحد معماری در خریطه بلکه رمز متانت، رمز وطن دوستی و پشتیبانی با اعتماد سرحدهای دولتی می باشد. در احاطه کوههای سربفلک، در مسافه دور از مرکز ولایت قرار داشتن این منطقه طی سالهای طولانی در نزد اهالی مشکلات گوناگون انفراساختاری و اجتماعی را واقعا هم پیش می آورد. اما سیاست امروزه دولت ما، سیاست کنونی ازبکستان نو بر آن اساس یافته است که هیچ یک شهروند، هیچ یک محله، هیچ یک ناحیه نوبسته از دوری جایگیرشوی جغرافیاش نباید از مد نظر آبادانی و غمخواری رهبریت دور بماند. امروز ما شاهد آن هستیم که چطور در این دیار کوهسار نبض سازندگی در اوج است. سفر نوبتی کاری حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف به ناحیه سوخ بار دیگر اثبات نمود که رونق این منطقه تحت نظارت قطعی، تحت نظارت شخصی پرزیدنت مملکت قرار دارد. سفری که
هدف اساسی آن یعنی مقصد اساسی آن نه تنها شناسایی با وضعیت بلکه گشودن افق‌های نو، حل مشکلات چندین ساله و آغاز لایحه‌های عظیم سرمایه‌گذاری میباشد که حیات هر یک خاندان را واقعا هم به کلی دیگرگون میسازند. سلامتی ملت تحکرسی استواری دولت است میگویند. وقتی که سخن درباره ساحه تندرستی در منطقه‌های دوردست میرود، دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی بلند طبی مهمترین مسئله به شمار میرود. و از با همین جدیت حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف سفر کاری خود را از محله راوان آغاز نمود. در اینجا ساختمان یک انشاءات حیاتاً مهم جریان دارد که آن را میتوان یک انقلاب حقیقی در ساحه تندرستی ناحیه سوخ نامید. با تشبث صاحبکار محلی و با جلب سرمایه گذاران خارجی از جمله شریکان استراتژیک از فدراسیون روسیه در این محله یعنی مرکز ناحیه سوخ یک کلینیک موثر خصوصی بنیاد می‌گردد. ارزش عمومی این لایحه بزرگ 6 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد و نقطه جالب و شایان تحسین در آن است که 2 میلیون دلار این مبلغ از حساب مبلغ‌های خودی صاحبکار وطن دوستی سوخی و 4 میلیون دلار دیگرش از حساب سرمایه گذاری خارجی می باشد. این نشان دهنده بر علا ثابت می کند که امروز محیط سرمایه گذاری حتی در دوردستترین ناحیه ما تا چه اندازه جالب و باورناک گردیده است. این مرکز طبی برای تشخیص و طبابت بیماری‌های دل و رگ یعنی ساحه کاردیولوژی اختصاص داده می شود و در نتیجه به کار شروع کردن این کلینیک زیاده از 30 نفر شفاکاران و همشیره‌های شفقت به جای کاری دائمی تامین می‌گردند و از همه مهمش اکنون این مشکل چندین ساله یعنی به مرکز ولایت رفتن برای طبابت دل پر را برهم می‌خورد. طبابت سطحی بلند به نزد خانه ساکنان سوخ می آید. حاکم ولایت خیرالله بازارف هم در همین جریان اشتراک کرد و ضمن صحبت صمیمی و مفصل با صاحبکار لایحه با او برای این اقدام جسورانه و خیرخواهانه‌اش اظهار سپاس نمود. همین را نیز علاوه تاکید کرده گذاشتن لازم است که اقتصادیات قوی به معنویت استوار بوده نمیتواند. کمینه هم همچون روزنامه‌نگار همچون ژورنالیست البته در جریان سفر کاری حاکم ولایت اشتراک داشتم و سفر نوبتی حاکم ولایت به یک زیارتگاه کهن‌ترین ناحیه سوخ بود. میگویند که تاریخ با آثار نیاگان و مکانهای مقدس تاریخی ما تحکرسی معنوی جامعه را تشکیل میدهند. ناحیه سوخ با مکانهای تاریخی خود مشهور است و احیای این مکانها نه تنها برای حفظ خاطره تاریخی بلکه برای رونق دادن رواج دادن ساحه نوی اقتصادی سیاحی زیارتی اهمیت اولین درجه دارد. در جریان سفر کاری خود حاکم ولایت خیرالله بازارف به این مسئله نازک توجه خاص ظاهر نمود. از زیارتگاه تاریخی سنگ نوشته بازدید نمود. این مکان تبرک که در مرکز ناحیه جایگیر است از قدیم برای مردم ناحیه سوخ جای اعتقاد، دعا و آرامشوی روحی ساکنان محلی و حتی اطراف به شمار می رفت. متاسفانه در دوام چند سال آخری مکان مقدس بنابر سبب‌های گوناگون از نظرها دور مانده سیمای تاریخی خود را تا جای از دست داده بود و بناهای آن به تعمیر کلی واقعا هم نیاز داشتند. خوشبختانه با تشبث حاکم ناحیه سوخ اینجا از نو تعمیر کرده شد و جایهای تاریخیش از نو برقرار کرده شدند و امروز واقعا هم به یک مسکن سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. حاکم ولایت در دوام سفر خود به اینجا هنگامی بازدید نمودن از این زیارتگاه به مسئولان سپارش داد که در اینجا برای سیاحان داخلی و خارجی شرایط خوب فراهم آورده شود. و باز به مسئله دیگر توجه شما را جلب کردن هستم. طوری که خبر دارید در ناحیه سوخ نیروگاه برق آبی بنیاد گردیده ایستاده است که این برای تامین مستقلیت انرژتیکی ناحیه سوخ اهمیت خیلی مهم کسب می‌کند. اصلا هیچ یک رشد صنعت، هیچ یک صاحبکاری، هیچ یک آسایشتگی روزگار را به برق یعنی الکتریک استوار و با صفت تصور کردن اصلا ممکن نیست. برای ناحیه سوخ که در شرایط جداگانه گئوگرافی و انرژتیکی قرار دارد، تامین مستقلیت انرژتیکی چون در بالا گفتم مسئله حیات و ممات به شمار می رود. برای حل کلی مشکلات در محله قزلقایق ناحیه سوخ یک لایحه عظیم اثر
ساختمان نیروگاه برق آبی دارای اقتدار 15 یا 17 مگاوات به فکرم با سرعت شبانه روزی و پوره ادامه دارد. این لایحه بزرگ و استراتژی از جانب جمعیت سهامی ساختمانی ازبک گیدرو انرژی قرلش عملی کرده می شود. اگر معلومات رو به شما گفتنی باشم، طبق معلومات حاکمیت ناحیه سوخ ارزش عمومی لایحه 41 میلیون دلار را تشکیل می دهد که این بیواسطه در دایره قرار نو پرزیدنت مملکت که درباره سوخ روز 8 ایول سال جاری قبول گردید بنیاد گردیده ایستاده است. خیلی بزرگ شخصا به میدان ساختمان آمده برافت کارهای اینجا تازه کنی جبرها ساختمان سدها و نصب تجهیزات تکنیکی از نزدیک شناخته شد و این نیروگاه برق آبی در تامین 20,000 خانواده با الکتریک با صفت نقش مهمی بازد و عموما در نتیجه پر را به کار شروع کردن این نیروگاه زیاده از 40 نفر ساکنان محلی به جای کاری دائمی تامین می‌گردند. حاکم ولایت باز به یک منزل دیگر رفت، یعنی سفر کاری حاکم به ناحیه سوخ با یک رویداد بزرگی سیاسی و اقتصادی پیوست که آینده این منطقه را برای سالهای زیاد معین میکند. طوری که خبر دارید البته توسط شبکه‌های اجتماعی هم توسط شبکه‌های تلویزیونی هم به مردم خبر داده شد روز 8 ایول سال روان قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره چاره‌ها عاید به رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه سوخ در سالهای 2026 2028 تامین شغل اهالی توسط استفاده ذخیره‌ها و امکانیت‌های موجوده و رشد با سرعت صاحبکاری قبول گردید. اکنون به اندیشه من این حجت تنها یک قرار عادی نه، بلکه یک برنامه مکمل و خریطه راه استراتژی برای از نو بنیاد احیای همه جانبه سوخ نو می باشد. برای رسانیدن ماهیت، اهمیت و وظیفه‌های اساسی این حجت تقدیرساز به مردم وسیع در ناحیه سوخ یک چاره‌بینی متنتن برگزار گردید که در آن حاکم ولایت خیرالله بازارف هم، نمایندگان ادمنستراسی پرزیدنت هم، وزارت‌ها، صدارت‌ها و فعالان ناحیه سوخ خیلی فعالانه اشتراک کردند. البته حجت نو بر رشد با سرعت صاحبکاری، جدا کردن کردیت‌های امتیازناک برای جوانان و زنان، از خودکنی زمین‌های نو توسط کشاورزی معاصر، بهتر کردن راه‌ها و انفراستراکچور کمونالی نگرانیده شده است و در دایره قرار برای بهتر نمودن انفراستراکچور ناحیه سوخ زیاده از 1 تریلیون و 250 میلیارد سوم مبلغ جدا کرده شده است و در دایره قرار البته در ساحل دریای سوخ در میدان 176 گکتار مجموعه بزرگ سیاحی بنیاد کرده می شود که در آنجا آسایشگاه ها، صحتگاه ها، باز بیناهای سیر آشیانه، خانه ها یعنی مهمان خانه های دکوراتیوی برای سیاحان، مجموعه های ورزشی، خلاص پر یک مسکن سیاحی بنیاد کرده می شود. امروز وقتی که ما جریان کارها رو در سوخ مشاهده می کنیم یک چیز مهم رو احساس می نماییم. در اینجا نه تنها بیناها، شفاخانه ها، نیروگاه ها ساخته میشن، بلکه در دل مردم باوری به فردای درخشان، باوری به قدرت دولت و حسی بلند شکرانه احیا می گردد. مردم سوخ خوب می دانند که آنها در این گوشه دوردست سرحدی تنها نیستند. توجه اعتبار شخصی پرزیدنت و تشریف و نظارت دائمی حاکم ولایت خیرالله بازارف کفالت آن است که هر یک لایحه آغاز شده با صفت و سریع وقت اجرا می شود. مرحله نوی رشد سوخ برای سالهای 2026 2028 ملکه آغاز یافت. این 3 سال ناحیه را به یک مرکز معاصر طبی، انرژتیکی و صنعتی و سیاحی تبدیل می دهد. سوخ آباد می شود، سوخ نورافشان می شود و این سازندگی ها کفالت آینده آسایشته و با ثبات این گوشه عزیز وطنم می باشند. مردم زحمتکش سوخ با دل گرم و بازوی قطعی برای عملی نمودن این نقشه های بزرگ آمدند و این تنها آغاز یک راه بزرگی سازندگی است. همین را نیز علاوه گفتن لازم است که در حدود 176 گکتار میدانی که مجموعه بزرگ سیاحی ساخته می شود از جانب دانشگاه دولتی فرغانه هم یک صحتگاه، یک آسایشگاه یعنی سناتوری بنیاد کرده می شود و مردم سوخ امروز یک با کیفیت بلند با یک خرسندی به انتها
قرار نو را پذیرفته منتداری خیش را به رهبر دولت بیان کرده ایستادند، چون که این قرار سوخ را تماما دیگر می سازد. این قرار همان مشکلاتی که تا امروز در ناحیه سوخ وجود داشت پر را برهم می دهد. این قرار برای منفعت مردم سوخ نگرانیده شده است و توسط این قرار اکنون حیات مردم سوخ از پیشتر هم بیشتر بهتر می گردد. البته ما امیدواریم که این قرار البته حیات سوخ را تماما دیگر می سازد. تشکر به استاد عزیزمان جهانگیر صابیرف برای معلومات مفصل و اندیشه های ارزشمند. حقیقتا هم رشد سوخ تنها با ساختمان راهی انشاءات محدود نمی شود. پیش از همه رشد معنای بهتر شدن زندگی مردم، افزایش امکانیت ها برای جوانان، دستگیری صاحبکاران و تحکیم اعتماد مردم به فردای درخشان را دارد. هر یک ساکن ناحیه می تواند با مهنت حلال، تشبوسی سازنده و مسئولیت بلند در آبادی دیار خود سهم گذار باشد، زیرا پیشرفت وطن از پیشرفت هر یک محله و هر یک خاندان آغاز می یابد. بگذار این قرار برای سوخ آغاز مرحله نوی آبادی، شکوفایی و رشد استوار گردد. آرزومندیم که هر یک اقدامی سازنده با زندگی مردم فیض برکت آورد. جوانان با دستاوردهای نو نایل شوند و ناحیه سوخ روز از روز باز هم آباد و پیشرفته گردد.